با این علامت میتونم زوم کنم، با این میتونم جابجا بشم، با این میتونم اینو ببندم، با این میتونم زومو کم کنم. این صفحه که اینجا خاکستری روشنه صفحه اضافه است و این صفحه که خاکستری تیره است صفحه کل برنامه، یعنی صفحه برنامه از این نقطه شروع میشه تا اینجا، از اینجا تا اینجا و اینجا تا اینجا. این صفحه گوشی موبایله. خب حالا شاید سوال تو ذهنتون پیش بیاد برای تبلت یا صفحاتی که بزرگی صفحه نمایشش چی؟ اونو با کد باید مشخص کنیم. الان داخل صفحه اول من به صورت پیش‌فرض یه باتن وجود داره. باتن چیه؟ به هر دکمه‌ای که کاربر روش کلیک میکنه میشه باتن. مثلا تو این اینستاگرام شما برای سرچ کردن روی علامت سرچ کلیک میکنید یا اکسپلورر کلیک میکنید که وارد صفحه اکسپلورر میشه. روش که کلیک چپ کنم تنظیمات باتن رو میتونم انجام بدم که فعلا نمیخوام وارد این بخش بشم، توضیح نمیدم.